امریکا در دام خاورمیانه. چرا امریکا نمیتواند در جنگ با ایران پیروز شود؟ یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ژئوپلیتیکی عصر حاضر است. این مسئله تنها به قدرت نظامی دو کشور مربوط نمی شود، بلکه به ساختار پیچیده خاورمیانه، تجربه‌های تاریخی امریکا، موقعیت جغرافیایی ایران، جنگ‌های فرسایشی، بحران انرژی و تغییر نظم جهانی ارتباط مستقیم دارد. در این ویدیو به این واقعیت می‌پردازیم که چرا در برابر استراتژی‌های پیچیده ایران، ایالات متحده آمریکا با برتری نظامی که دارد به بنبست خورده است. برای درک این موضوع نخست باید تجربه تاریخی امریکا در خاورمیانه را بررسی کرد. ایالات متحده در چند دهه گذشته بارها با قدرت نظامی عظیم خود وارد جنگ منطقه شده است. از افغانستان و عراق گرفته تا مداخلات غیر مستقیم در سوریه و لیبیا. امریکا در همه این جنگ‌ها از لحاظ نظامی برتری کامل داشت. اما مشکل اصلی این بود که پیروزی نظامی اولیه نتوانست به ثبات سیاسی پایدار تبدیل شود. پرسش اینجاست که آلا واشنگتن در یک جنگ فرسایشی و پرهزینه با ایران گرفتار شده است. جنگی که در آن بم‌های گران قیمت در برابر تکنولوژی‌های ارزان قیمت کارایی ندارد. علاوه بر ابعاد نظامی، بحران اقتصادی و افزایش افسارگسیخته قیمت نفت فشار داخلی شدیدی را بر دولت امریکا وارد کرده است. اما ایران با برنامه‌ریزی‌های دقیق و پایدار در استراتژی‌های منطقه‌ای قصد دارد هزینه‌های روانی و مالی جنگ را برای امریکا غیر قابل تحمل کند. آیا امریکا راه برای خروج از این دام که در آن افتاده دارد؟ بسیاری فکر می‌کنند امریکا قوی‌ترین ارتش دنیا را دارد و در هر جنگ برنده خواهد بود. امریکا با این ارتش قوی در جنگ‌های منطقه‌ای از جمله افغانستان، عراق، سوریه و لیبیا نتوانست پیروز شود. وقتی بحث ایران مطرح می شود، پیچیدگی‌ها چند برابر می شود. ایران نه افغانستان است و نه عراق. این کشور از نظر جغرافیایی، جمعیتی، نظامی و سیاسی ویژگی‌هایی دارد که هر گونه حمله نظامی را بسیار دشوار می سازد. ایران کشور پهناور با جمعیت بزرگ، ساختار حکومتی منسجم و شبکه گسترده نفوذ منطقه‌ای است. کوهستان‌ها، بیابان‌ها و عمق جغرافیایی ایران باعث می شود هر جنگ علیه آن بسیار پرهزینه باشد. بسیاری از استراتژیست‌های غربی باور دارند که امریکا شاید بتواند زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار دهد، اما نابودی کامل توانایی‌های ایران غیر ممکن است. ایران طی دهه‌ها تحریم و فشارها به جای تکیه کامل بر جنگ کلاسیک بر راکت‌ها، پهپادها، نیروهای نیابتی و جنگ فرسایشی تمرکز کرد. حالا ایران در جنگ مستقیم با آمریکا از این راکت‌ها، پهپادها و نیروهای نیابتی استفاده می‌کند. در جریان جنگ با وجود اینکه آسمان ایران پر از طیاره‌های جنگی پیشرفته بود، اما دیدیم که پهپادهای ایران از رادارها گذشتند و به پالایشگاه‌های نفت در کشورهای همسایه ضربه زدند. پرسش اصلی اینجاست چرا بزرگترین قدرت نظامی جهان حالا در یک قدمی شکست قرار گرفته است؟ باید گفت که امریکا در یک دام بزرگ افتاده. جنگ با ایران مثل جنگ‌های قبلی نیست که با چند راکت و بمب تمام شود. ایران به یک اختاپوس میماند که در تمام منطقه حضور دارد. دیدیم وقتی که به تهران حمله شد، آتش آن در کویت بلند شد. دولت امریکا حالا در یک بنبست عجیب گیر افتاده. از یک طرف میترسد و از طرف دیگر میخواهد بجنگد. ترس امریکا بیشتر از این است که مردم خودش در واشنگتن و نیویورک علیه دولت تظاهرات کنند. یعنی امریکا نمیتواند هم بجنگد و هم جیب مردمش را پر نگه دارد. حتی بسیاری از سیاستمداران امریکایی نیز جنگ با ایران را غیر قابل پیش بینی می‌دانستند. آنان نگران بودند که امریکا وارد جنگی می شود که آغاز آن آسان اما پایانش بسیار دشوار خواهد بود. این نگرانی به ویژه زمان بیشتر شد که
هیچ تضمین برای موفقیت سیاسی وجود نداشت. بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند که ایران دقیقاً بر پیچیدگی‌های جنگ حساب می‌کند. تهران می‌داند که نمی‌تواند در جنگ کلاسیک امریکا را شکست دهد، اما می‌تواند شرایط ایجاد کند که هزینه جنگ برای واشنگتن بسیار سنگین شود. در واقع استراتژی ایران بیشتر بر جلوگیری از پیروزی امریکا متمرکز است تا دستیابی به پیروزی مطلق نظامی. در نهایت دلیل اصلی این که گفته می شود امریکا در جنگ با ایران پیروز نمی شود این است که پیروزی در خاورمیانه تنها به قدرت نظامی وابسته نیست. تجربه تاریخی نشان داده که این منطقه برای قدرت‌های خارجی بسیار پیچیده و فرسایشی است. امریکا ممکن است عملات شدید انجام داده و خسارت‌های بزرگ وارد کند، اما رسیدن به یک پیروزی پایدار سیاسی و استراتژیک بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان باور دارند که جنگ میان امریکا و ایران به یک بحران طولانی، پرهزینه و غیر قابل پیش‌بینی تبدیل خواهد شد. جنگی که آغازگر آن واشنگتن بوده، اما پایان آن لزوماً مطابق خواست امریکا نخواهد بود. اگر می‌خواهید از این تحلیل‌های ساده و واقعی عقب نمانید، حتما ویدیوی ما را لایک و کانال ما را دنبال کنید. به نظر شما برنده واقعی این جنگ کیست؟ امریکا، ایران یا قدرت‌های دیگر مثل چین و روسیه؟ حتما نظریاتتان را در بخش کامنت ها برای ما بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.